والی جدید سرپل میگوید کار پروژه هایی که از مدت ها بدیسون ناتکمیل مانده دوباره از سر گرفته شده و شماره از پروژه هایی که تا حال قرارداد شده و یا در حال قراردادند نیز کارشان آغاز می گردد. قرار است در کمپاین خزانی و بهاری ایجاد باغ‌های میوه از سوی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در 5 ولایت شمال، بلخ، سرپل، فاریاب، جوزجان و سمنگان 5000 جریب زمین و باغ‌های جدید میوه تبدیل شود. فهیم جباری مسئول پروژه ملی باغداری وزارت زراعت در شمال میگوید بهترین موقع برای احداث باغ فصل خزان و باغداران باید آماده همکاری با این پروژه باشند. در خزان سالی که ما فعلا قرار داریم 1394 در حدود 2000 جریب باغ جدید تحت پوشش ماست که میوه‌جات بادام، زردآلو، سیب، آلوهای مختلف، ناک و همچو میوه‌جات تحت پوشش قرار میدیم و در بهار سال که پیش روی هست در حدود 3000 جریب باغ جدید در پلان ما هست. در همین حال آقای جباری میگوید پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت در زون شمال از سال 2008 تا کنون 60,000 باغ انار، شفتالو، زردآلو، بادام، سیب، انگور و گیلاس را احداث و بیشتر از 15,000 باغدار را تحت آموزش حرفه‌ای و باغداری قرار دادند و بیشتر باغ‌هایی که از سوی این اداره ایجاد شده حاصلات خوب را نیز با خود داشته و در مارکت‌های داخل و بیرون از کشور صادر شده است. شمال در حدود 60,000 جریب باغ جدید معیاری که شامل 10 نوع میوه که انار است، انگور است، بادام، زردآلو، سیب، گیلاس، شفتالو و امثال هم است ما تحت پوشش قرار دادیم و این باغ ایجاد شده و باغایی را که سال 2009 10 11 12 ایجاد کرده بودیم اونا سر حاصل آمدن و محصولاتشان در بازار عرضه شده. حتی در خارج از کشورم دهقین میوه‌جات مثل انار و بادام و همین میوه‌جات سیب صادرات داشتیم. با گفته مسئولان پروژه ملی باغداری در زون شمال، باغ‌های متذکره به شکل فنی و معیاری ایجاد شده و ایجاد این نوع باغ‌ها به خاطر رشد و انکشاف درختان اصلاح شده میوه‌جات مفید و موثر بوده و باغداران می توانند در آینده میوه‌های با کیفیت را به بازار عرضه نموده و از وارد شدن میوه‌ها از خارج از کشور جلوگیری کنند.